ساکنان این بینای واقع در کوچه اسماعیلی سامانی کلاب چند وقت باز با کارخانه دولتی استفاده منزل شهر بحث دارند. مهلت داده بودند خدمات روبری همین کارخانه کمونالی را. در دوام 2 روز همین حجت‌های رو با ترتیب در آورده با شرکت‌ها سپرده 10 شرکتی که تشکیل شده بود. دیگر آنها نمیخواهند به این کارخانه برای خدمت رسانی‌های کمونالی که به قولشان آنها نمیکنند پول بدهند. وظیفه او تاگی پدوال توزه کردن، بوم تعمیر کردن، پدیزو را تعمیر کردن، نزد حولی را روبوچین کردن. همش وظیفه کمونالی در داخل میشه. همین وظیفه یک وظیفه‌اش اجرا میکرد. ای هفته با هفته یکون مرتبه همین نزد حولی را توزه میکرد. از سال 2009 در جمهوری تاجیکستان بر طبق قانون به صاحب ملکان بلندآشیانه‌ها حقوق داده شد که با شرکت‌های خدمت رسانی کمونالی همکاری اختیاری داشته باشند. بارها پیشنهاد کرده شده بود که همکاری را با شرکت اداره کننده یا کارخانه دولتی فرعی استفاده برای فوند منزل همکاری را ادامه دهند یا خود یگان شرکت تأسیس دهند یا یگان شرکت دیگر را انتخاب کنند. یعنی این 3 وجود امکانیت 3 حقوق به آنها داده شده بود. در شهر کلاب 164 بینای بسیار طبقه است. ساکنان 15 بلندآشیانه قرار دادند شرکت‌های خصوصی خود را تأسیس بدهند و روبوچین و ترتیب خانه‌هایشان را به دست بگیرند. فعالیت ما نزد نالوگ ده شهادتنامه گرفتگی مور داریم، رشون شد شدگی بانکی امانت بانکی منطقه ده پولی که ای خلق ای اعضای شرکت گذاشته می شود هم ایامی در رشون شد برای بهبودی همین شرکت استفاده برده می شود. بر طبق قانون بعدی از قید دولتی گذاشتن شرکت صاحب ملکان منزل، کارخانه هایی که قبلا مال ملکی عمومی بلندآشیانه ها را در اختیار داشتند، عهدهدارند همه حجت های بنا را به اختیار شرکت های نو بدهند. شرکت دولتی کمونالی کلاب به هر بهانه حجت های 15 بینایی که جمعیت های خود را تأسیس دادند نمی دهد. مکتوب به نام اموال رسپوبلیکا می داده وزارتی کمونالی ده وزارت کمونالی اجازت میداده کمونالی قدم ده قدم باید حجت را مودم میسپرد. در کارخانه فرعی دولتی استحصالی و استفاده برای منزل شهر کلاب بر رادیو آزادی گفتند که 15 بینایی که به اختیار شرکت های صاحب ملکان گذاشته است از آنها 179,000 سامانی قرض دارند. آنها میخواهند شرکت های جدید پرداخت این مبلغ را به عهده گیرند. سبب مانع ایجاد کردن در گرفتن حجت ها را راضی نشدن شرکت ها برای مساعدت به گرفتن قرض می نامند. خب پرداخت قرض خانه‌های بلندآشیانه که صاحب ملکان صاحب شدن اونا پرداخت میشدن یگان جای بحث هم نبود. در سازمان جمعیتی شهروند که زمان است لایحه تأسیس جمعیتی صاحب ملکان منزل را در شهر کلاب پیش میبرد، شرط گذاری این اداره دولتی را غیر قانونی می حسابند. قانون طلب میکند که مسئله قرض های صاحب ملکان منزل با فایده شرکت های صاحب ملکان منزل حل کرده شود. یعنی قرض ها بیناها با حجت ها با قرض ها با شرکت های صاحب ملکان منزل سپرده شوند. ساکنان بلندآشیانه در کوچه اسماعیلی سامانی میگویند در نزد کارخانه دولتی قرض ندارند. آنها بدون تأخیر هر ماه به ناظران اداره دولتی منزل شهر برای هر یک اعضای عائله‌شان 10 سامانی می پرداختند. اما این پولها کجا صرف می شدند نمیدانند. یگان کمبودی میشد که مثال باید که ما مراجعت کنیم که هم کمبودی رسیدو کنند ما هم خدمت دارو میکردیم هم مراجعت میکردیم بودن اومد با ما خدمت خلق سنجا میکردیم هم کمبودی رسیدو میکردیم. اعضای سازمان‌های صاحب ملکان به مجلس شهری شکایت بردند و وکیلان کارخانه فرعی دولتی استحصالی و استفاده برای منزل شهر کلاب را وظیفه‌دار کرده است حجت بیناها را به صاحب ملکانش بسپارد. مسئولین 3 ماه می شود این قرار را اجرا نمی کنند. به اندیشه کارشناسان این از آن سبب است که این اداره نمی خواهد سرچشمه درآمد را از دست دهد. در حراس که کارخانه آنها برهم میخورد. در اصل باشد اگر کارخانه آنها در قطار دیگر کارخانه اگر خدمت رسانی صفت بلند را پیشنهاد کنند میتوانند شرکت‌های صاحب ملکان منزل در آینده نیز با آنها همکاری کنند.